روز 29 نوامبر سال 2023 مراسم جنبست آزمون کتاب سال 2023 را برگزار و با اعلان کتاب‌های بهترین سال مؤلفان این کتاب‌ها را با جایزه‌ها قدردانی کردند. وزارت دریافت بهترین اثرهای بدیعی معاصر تاجیک را که مضمون و محتوای آنها خودشناسی ملی، ارزش‌گذاری بر رکن‌های دولتداری، تحکیم صلح و ثبات، امنیت کشور و صداقت به وطن را انعکاس می‌کنند. هدف اساسی راه‌اندازی این آزمون نام می‌برد. به آزمون در 6 نامیناسیون در عموم 28 کتاب تازه نشر در ژانرهای نظم و نثر، پوبلیتیستیکا، نظم و نثر بچگانه و ترجمه پیشنهاد شده. از بین آنها 18 کتاب غالب آزمون گردید. همچنین مؤلفان 3 کتاب دیگر با افتخارنامه وزارت فرهنگ قدردانی شدند. بر اساس خلاصه هیئت داوران این کتاب‌ها بهترین کتاب‌های سال 2023 دانسته شدند. در بخش کتاب نظم جای اول رحمت نظری برای کتاب میوه میر، جای دوم عزتبک ایدیزاده برای کتاب شباده، جای سوم اسماعیل ظریفی برای تهیه کتاب‌های 7 کتاب دیوان غزلیات و کلیات. در بخش کتاب نثر جای اول سراج الدین اکرامی برای کتاب برف خونالود، جای دوم منصور سروش برای کتاب دو цвета осени، جای سوم لطافت کینجایو برای کتاب نامه به برادر. در بخش اثرهای پوبلیسیستی جای اول جانبک اسراریان برای کتاب داستان نوسکول، جای دوم دلیر عبدالله برای کتاب کسبیت، صداقت، جسارت، جای سوم بانوان تاجیکستان برای کتاب بانوان تاجیکستان، چهره‌های استقلالیت. در بخش اثرهای نظم بچگانه جای اول عطا همدم برای کتاب چراغ راهنما، جای دوم سلطان مراد حاجی‌بایف برای کتاب یخشی بالا قندای بولر، جای سوم انوشیروان علیشیر برای کتاب افسانه قلم. در بخش اثرهای نثر بچگانه جای اول مجید سلیم برای کتاب گوزن و شکارچی، جای دوم مرادعلی صابر برای کتاب قصه های گاو اعلای مامای شریف ما، جای سوم علی خان محمدوف برای کتاب سراینده و موسیقی استرادی. در بخش اثرهای تجربه بدیعی جای اول امانبای ایمانوف کرامت الله میرزا برای کتاب بیگناه اولیمی، جای دوم نشریات ادبیات بچگانه برای کتاب‌های افسانه خلق تاجیک و تاجیکسکی نارود نیسکاسکی، جای سوم اداره روزنامه ختلان برای کتاب افتخار وطنداری. با افتخارنامه وزارت فرهنگ قدردانی شدند امیر سعید مونکی برای کتاب یاد مادر، رخشانه میرزایeva برای کتاب کوزه نقشین، سنت الله اودینایف برای کتاب ده برگ ارزو.